و تا آخر هم وفادار ماند. زمانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بستر شهادت قرار داشت، همه اهل بیتش اطرافش جمع شده بودند، اطراف بستر علی. زینبین آمده بودند، حسنین آمده بودند، امام حسن، امام حسین، بچه ها اطراف پدر جمع شده. پدر به شهادت میرسه، از دنیا میرود، همه ناراحتن، گریه میکنن، اشک میریزن. ابوالفضل عباس آمده، حسین ابن علی آمده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام قبل از جان دادن کاری را کرد، پیمانی را بست که تا دم مرگ امام حسین و ابوالفضل این پیمان ماند. میدونی چه کار کرد؟ علی علیه السلام نگاه کرد، یک طرف ابوالفضل نشسته داره گریه میکنه، یک طرف دیگر هم حسین ابن علی نشسته داره اشک میریزه. صدا زد ابوالفضل بیا کنار بسترم بنشین، حسینم تو هم بیا کنار بسترم بنشین. وقتی این دو برادر آمدن کنار بستر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، علی آرام